واسیلی پتروویچ گالابورودکو. صحنه خبردار شدن معلم خاکسار از آن که بلندترین مقام کشور را صاحب شد. Доброе утро, господин президент. این یک برنامه تلویزیونی است ولی از واقعیت هم دور نیست. هنرپیشه و حجم‌نگار ولادیمیر زلنسکی ستاره برنامه در واقع نامزد به مقام رئیس جمهوری اوکراین است و بر اساس نظرسنجی ها طرفداری زیاد دارد. این کینو نیست، زندگی واقعی است. من واقعا میخواهم به اوکراین کمک کنم. به من چیزی در کار نیست. میخواهم به مردم مدد رسانم. زلنسکی هنگام تحصیل حقوق هنرپیشگی را شروع کرد. سال 1990 چون حجم‌نگار معروف شد و استودیوی خصوصی تأسیس داد. پیشرفت زیادش در صحنه او را قهرمان اصلی برنامه خدمتگزاری مردم کرد. او نقش معلمی را اجرا می‌کند که رئیس جمهور شده است. ماه مارس سال گذشته حزب سیاسی را با عین نام برنامه‌اش تأسیس داد. در آستانه سال نو پیش از اعلان نامزدی او در بین 5 نفر اساسی بود که می‌توانستند رئیس جمهور شوند. شعار انتخاباتیش هم خدمتگاری مردم است. رشوه‌خواری در همه جا هست. باید ضرر آن به حکومت و زندگی مردم را از بین بریم. زلنسکی به شرافت تلویزیون ها با شمول این برنامه هجوی شهرت یار شده است. او همچنین برنامه هجوی دارد که در آن رقیبانش را همچون سیماهای قدیمی و خودخواه و رشوه‌خوار نشان می‌دهد. برنامه او بیزاری مردم از الیت حکمران را نشان می‌دهد ولی بعد از این نمایش نظرها گوناگون بود. او را من همچون حجم‌نگار و صاحبکار احترام میکنم. من او را همچون سیاستمدار نمیدانم و فکر نمیکنم پرزیدنتی برای تجربه آموختن باشد. من به این گفته راضی نیستم. میخواهم که پرزیدنت شود. اوکراین به افغانی نیاز دارد. زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی هم محبوب است و در اینستاگرام 2,800,000 هوادار دارد. اما زلنسکی نه تنها برای بی‌تجربگی بلکه برای معاملات تجارتیش هم تنقید شده است. یک تحقیق رادیو آزادی معلوم کرد که او با 4 شرکت فیلمسازی و تلویزیونی روسیه همکاری داشته است. هرچند خودش گفت سال 2014 تجارت در روسیه را بس کرد. نماینده های زلنسکی به درخواست ما پاسخ ندادند، برای همین او را اینجا یافتیم. Мне неприятно формат вашего разговора со мной. زلنسکی دیرتر معاملات تجارتی در روسیه را اعتراف کرد و وعده داد از آن دست میکشد. با وجود این در معرکه تبلیغاتیش شاهد تظاهرات شد. منتقدان او را همچون لختک ایگور کلامویسکی ثروتمند اوکراینی میشمارند که برنامه‌هایش در تلویزیون او پخش میشوند. اما ظاهری تنقیدها ظاهراً زیاد به او اثر نکرده است. اگر نظرسنجی ها درست باشند پس خنده اخیر را حجم‌نگار خواهد کرد که نامزد به مقام رئیس جمهور شده است.